بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و برادران عزیز، زیادی از خواهران به بنده زیادی شکایت میکنند که چی شد یا چی کار کنم که من خیلی ذهنی کند دارم. بعضیا میگویند روز از روز حافظه من دارد خراب می شود، ضعیف می شود، من زیاد یگان چیز را حفظ کرده هم نمیتوانم و عموما گویا که مغز من دارد به عقب می رود، دیگر من حافظه خوب ندارم. و این چونین خیلی ها رو می بینید که دو دقیقه با تاجیکی صحبت کردن نمیتوانند، یا داخل لهجه می شوند کدام یا کدام گویان، یا می بینید که یک تا تاجیکی سه تا روسی گپ میزنند، حالا که در داخل تاجیکستان هستند، در داخل وطن هستند. یکم علت اینقدر بیسواد شدنی علل خصوص جوان ها در چی هست؟ دویم علت عقب ماندگی مغز سری اکثریت علل خصوص زنهایی که 35 ساله است میگن نه من کلا ندارم برای درس خوندن، به من اصلا نگو که درس بخوان، نه به من اصلا نگو که این پیشروی علمی کن، من دیگر ذهنم نمونده است. چرا ذهن نمونده است؟ 35 سالگی که هنوز پیری نیست. آدم ها بعد از 60 سالگی 70 سالگی هم میتوانند به جای برسن، میگن اصلا من فراموش خاطرم. عزیزان، یکی از سبب های کند شدن ذهن، عقب ماندگی مغز سر و حافظه انسان ضعیف شدن، این داده شدن به موسیقی هست. داده شدن به موسیقی، گوش کردن زیاد موسیقی، عقل خود را با موسیقی آمیخته کردن و فریفته کردن است. ببینید زیادی ها میگن من موسیقی گوش میکنم و آرام میشوم، من موسیقی گوش میکنم و غم هایم فراموش میشود. اکید در حقیقت غم هایتان فراموش می شود، یا برعکس موسیقی غم های انسان را دوچند می کند، برعکس خاطره های 30 سال پیش را به یادت می آورد و بعضی ها را حتی از نو به فکر زنا و عاشقی و معشوقی می کند. برای همین عزیزان خواستم امروز درباره همین مسئله صحبت کنم. اولا اینجا سالهای اخیر هر روز و هر یک نفس یک سراینده نو می براید و آن سراینده درست پس کلیپ می برارد، کلیپ های بی معنی، بی محتوا و آخران وقتها ریپ سراها هم برآمدگی هستند. اینها رو چی گفته می شود؟ پروردگار هدایتشان بکند. می بینید که یگان جمله درست از دهان این جانورها نمی براید و شنونده ها اما به تعداد میلیون و چند میلیون می رسند. این همه مردم این ذهن خود رو، این عقل خود رو صرف کی می کنند؟ صرف کدام موسیقی، کدام کار؟ در ما حدیث رو در تفسیر قرطبی خواندم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن از کارهایی که وقتی مردم به آن مشغول میشوند الله بالای آنها عذاب میفرستد، این مشغول شدن به موسیقی است. وقتی مردم جمع میشوند میرقصند و میسرایند و موسیقی زیاد میشود، بالای آن مردم عذاب نازل میشود و عذاب فرآمدن سنگ نیست، عذاب زمین لرزه نیست، عذاب غمبغلی هست، فقر است، دزدی هست، گناه زیاد است، ناآرامی هست. عموما عذاب چیزی هست که انسان آرامش خود را گم میکند. اکنون اینجا بگذاریم به موسیقی. عزیزان بعضیا میگن موسیقی حلال است، اصلا کی میگوید؟ در قرآن آیت نیست. این گونه انسان ها هم دیده می شود. اولا اگر شما به کتاب های تفسیر نگاه کنید، چی تفسیر ابن کثیر، چی تبری، چی قرطبی، علل خصوص امام قرطبی در تفسیرشان 3 آیت را دلیل می آورند که میگویند این 3 آیت به گفته صحابگان پیامبر، شاگردان پیامبر دلالت میکند که موسیقی حرام است. یکم آیت سوره لقمان است که در این آیت 6 الله میگوید و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب علیم. مردمانی هستند که برای خود موسیقی را انتخاب میکنند، آنها با یاد الله، با ذکر الله، با آن چیزی که برایشان مفید است مشغول نیستند. لهو الحدیث با سخنهای بیهوده که عبدالله ابن عباس ببخشید مسعود میگویند به الله قسم این کلمه به موسیقی دلالت میکند. لهو الحدیث یعنی موسیقی را برای خود انتخاب میکنند لیضل عن سبیل الله و کم نیست که خودشان گوش میکنن، مردم رو هم تا که گمراه کنن از راه الله، تا که مردم رو از هدایت باز مانانند، در زمان امروزه از پیشروی علمی باز بیمانانند، فقط به موسیقی مشغول هستند و به مردم هم در پهن کردن موسیقی هستند.
اولئک لهم عذاب علیم. انا برای اینها میگوید الله عذاب دردناک است، آنهایی که برای خود آرام بخش موسیقی را انتخاب کردید و بجز این خودتان که کم هستید به دیگران میفرستید و مشغول پهن کردن موسیقی هستید. این چنین در سوره اسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتک، یعنی شیطان با صدایش مردم را تا میتواند گمراه کند. در تفسیر این آیت هم میگویند صوت شیطان همین موسیقی هست. موسیقی یکی از صداهای شیطان است که تا میتواند مردم را گمراه کند. و این چنین آیتی که در سوره نجم است و انتم سامدون، شما مشغول شنیدن موسیقی هستید و دیگر نه پروای آخرت دارید، نه پروای آینده دارید، نه پروای فکر درباره خودتان دارید، چون موسیقی شمایان را گمراه کرده است. پس عزیزان این آیت های هست که نه مفسرین بلکه خودی شاگردان پیامبر، خودی صحابگان، خودی شاگردان پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن عباس، اینها میگویند این آیات ها دلالت میکند که موسیقی حرام است. چیزی دیگر در ما حدیث در صحیح بخاری هم هست، اگرچه حدیث منقطع بود خطا نکنم، که پیامبر میگن زمانی میرسد که از امتان من گروه میبرایند و زنا را حلال میدانند، پوشیدن ابریشم یا شلک را حلال میدانند، شنیدن موسیقی را حلال میدانند و این چنین خوردن یا نوشیدن خمر و مست کننده ها را. عزیزان در حقیقت همین زمان رسیده است. زنایی که حرام است، اینقدر فحش و بدبختی ها دارد، با نام عاشقی و عشق است امروز حلال میدانند. و مردهای را هم که این یا گفتیم متا چی باشد، شلک از شلک نباشد مبادا گناهگار میشه و میگفتگی رو کم میبینید. و البته که نوشیدن موادهای مست کننده علل خصوص حلال کننده های موسیقی کم نیستند. اکنون بیاید ببینیم که موسیقی چی ضرر دارد. اولا چگونه که الله میگوید لیضل عن سبیل الله، موسیقی مردم را از راه الله باز میدارد، آنها را گمراهشان میکند. و عبدالله ابن مسعود میگویند بدانید موسیقی قلب انسان را فساد میکند و در قلب انسان منافقی را جای میکند، نفاقی که انسان با دهانش اگرچه من مسلمان هستم و انسان خوبم گوید، در قلب او برای پروردگار و رسولش جای نیست. و این چنین بعضی از علما میگویند بدانید در یک قلب هم موسیقی هم قرآن جای نمی شود. قلبی که پر از موسیقی هست هرگز در آنجا یاد الله نیست. وقتی در قلب انسان یاد الله نباشد، از کجا می توانیم که آن انسان یک انسان آرام است، آن انسان یک انسان پیشرفته هست، آن انسان هم به عصبی خود تحکم کرده می تواند هم به دیگران. پس عزیزان مسئله موسیقی چگونه که این علما گفتن قلب انسان را فساد میکند. قلب انسان که فساد شد 100% ذهن انسان هم فاسد می شود. به نزدیکی بود نوار دیده بودم که اگرچه نوار را مسلمانان تیار نکرده بودن یا آمادش نکرده بودن، در آنجا درباره 10 چیزی که سبب عقب ماندگی ذهن می شود صحبت می کرد و می گفت یکی از سبب های عقب ماندگی ذهن انسان یا کند شدن حافظه انسان مشغول شدن به رقص و بازی و موسیقی هست. آنهایی که مشغولی شنیدن موسیقی هستند و رقص هستند، فکر نکنید که آنها معینه یا مغز سری خوب دارند و حافظه خوب دارند. و امروز شما دیده ایستادید این همه جوانهایی که از پی موسیقی هستند، آیا از یگانتشان سخن حکیمانه یک طرف استاد؟ 2 جمله تاجیکی ما شنیده می توانیم. یک جمله تاجیکی در داخلش 3 تا کلمه روسی، 4 تا کلمه نیمکاله میبراید که حیران میبونید که این چی گفته ایستاده است. علل خصوص فارس زبان ها گوش کنند، خصوصا بلاگرهای ما رو که دیگر تمامی اکثریتشان کانالشان پر از موسیقی هست. پس موسیقی هست که سبب هم گمراهی، هم دور بودن ما از الله و هم کنشوی ذهنی ما می شود. چیز دیگر عزیزان، موسیقی چگونه که یکی از راههای گمراه کننده مردم هست. هر خانه که در آنجا موسیقی زیاد است، شیطان هم با لشکراش زیاد می شود، آرامش در آنجا پیدا نمی شود. و چی شد که امروز یک زن مسلمان، یک خواهرک تاجیکی مسلمان، یک برادر مسلمان که پروردگار آبادی و آرامش همیشگی دنیا و آخرت را برای تمام هموطنان و همزبانان نصیبشان کند، میگوید من تا موسیقی سرودی فلان را گوش نکردم خوابم نمیبرد.
من اصلا به موسیقی آرامش ندارم، من غم هایم رو فراموش میکنم. فردایش چی؟ فردایش هم باید برای رفع یا بالا شدن غم های شما موسیقی دیگر باشد. دیده ایستادید که از زیاد شنیدن موسیقی غمی کسی برداشته نشد، آرامش به نزد کسی نآمد. برعکس ما فراموش کردیم شاعران فارس و تاجیک که ها هستند، ما فراموش کردیم گلستان بستان کتابی که هست، ما فراموش کردیم غزل های بیدل رو، ما عموما فراموش کردیم قصه هایی که پدر بزرگ و مادر بزرگ به ما میخوندن و ما فراموش کردیم قرآن الله رو، قرآنی که الله میگوید الا بذکر الله تطمئن القلوب. با یاد الله، با قرآن الله انسان آرامش پیدا میکند. این همه علمای پیشرفته ما دست به قرآن و حدیث زده بودن، سپس به دیگر علم ها. عزیزان با این موسیقی ها به هیچ جا رفته نمیتونیم. ضررش اینقدر زیاد است، از داخل شدن به جهنم تا بی عقل شدن در دنیا و رسوا و شرمنده شدن هست. و دیده ایستادید که موسیقی به کجا برده ایستاده است. برای همین با امید آن که در استاتوس های خود، بین دوستان خود، این سرود مادر است، این سرود پدر است، این چیز دیگر گویان پخش نکنید. بجای این یک حدیث پیامبر رو درباره مادر، یک حدیث پیامبر رو درباره پدر، حداقل یک جمله برای مادر خود بفرستید که برایت فدا میشوم، دوستت میدارم، چی کم بودی داری. بجای اینکه به این سرود فرستید، به آن ترانه فرستید که میبینیم که اینها هیچ فایده ای ندارد. و عجب است، سبحان الله، انسان هایی که در حیاتشون به مادر خود یکتی ندادن، بعضیشان فقط در استاتوسشون سرودی مادر میمونن. بعد از مرگ مادر به فکرت، بعد از مرگ مادر با شنیدن سرودهای مادر قبر مادر روشن می شود، به مادرش فایده می رسد. برعکس هم خود را گناهگار میکنی، هم مادر بیچاره که در داخل قبر است اگر بفهمد چقدر اذیت می شود از اینکه چرا هنوز هم با نام من این مشغول گناه است. چیز دیگر عزیزان، در ما حدیث در صحیح مسلم است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن کسی را به گناه دعوت کند، آن نفری گناهگار گناه خودش را میگیرد، این نفری دعوت کرده هم گناهش را میگیرد. تو خودت به هر کسی که موسیقی فرستادی، هر کسی که گوش کرد، گناهش به تو آمدن میگیرد. و اگر در شبکه های اجتماعی ماندی، بعد از مرگت هم گناهی هر یک گوش کننده به نامه اعمال تو نوشته شدن میگیرد. که وای روز قیامت آسان نیست، به گفتن آسان است، اما پیامبر با آن که مبشر به جنت بودن و پیامبر ضمانت داده شده بود که تو داخل جنت میشوی، همیشه میگفتم پروردگارا من از غضبت پناه میبرم، از فتنه های قبر و قیامت پناه میبرم. پس امروز ما چی کار کردیم که اینقدر به یگان ترس از این به آن، از این به آن موسیقی میفرستیم و که یک سرودی زور برآمد، سرودی عجیب برآمد و مردم رو لیضل عن سبیل الله گمراه کرده ایستاده ایم و خود به خبر هستیم. این بود عزیزان صحبت امروزه من. در پناه الله یگانه باشید. بگذار آرام بخش قلب های شما یاد پروردگار، نیکی کردن به عزیزانتان، صحبت کردن با عزیزانتان باشد، نه اینکه سرودی دو سه سراینده که امروز دیده ایستادید. ما یک سراینده رو نداریم که یک سخنی با عقلانه زند، یک کارهای کند که مردم بگویند آفرینش، در حقیقت به مردمش میسوزد و برای پیشروی مردم کاری را کرده ایستاده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.